فرزاد وجیهی در 16 نوامبر 1988 در تهران چشم به جهان گشود. پدرش علیرضا وجیهی از فعالین صنعت خودروسازی بود. علاقه فرزاد به تجارت باعث شد وارد صنعت خودرو شود و نمایندگی‌های متعدد خودرو را در اهواز راه اندازی کند. سال 2007 در حالی که به عنوان تاجر موفق 19 ساله خودرو در اهواز به شهرت رسیده بود، ازدواج کرد و اکنون پسری به نام آرون دارد. چندی بعد فرزاد فعالیت در زمینه خودرو را کنار گذاشت و شرکت آرون گولد را بنیانگذاری کرد. فرزاد در سال 2019 با کسب مدرک دکترا و خاتمه دادن به فعالیت شرکت آرون گولد به انگلیس مهاجرت کرد و بروکر آرون گروپس را تأسیس و هتل کازینویی در مالزی خریداری کرد. سرانجام با پا گذاشتن در عرصه بازارهای بین المللی فارکس و ارزهای دیجیتال در زمانی کمتر از حد تصور به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شد و شرکت‌های متعددی در زمینه تکنولوژی و بازار مالی را بنیانگذاری کرد. پاسخ جالب هوش مصنوعی به سؤال دکتر فرزاد وجیهی کیست؟ دکتر فرزاد وجیهی یکی از افراد فعال و برجسته در بازارهای مالی است. او یک متخصص مالی با تجربه با تسلط شگفت‌انگیز بر اخبار اقتصادی است که در زمینه‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و تجارت بین‌المللی فعالیت می‌کند. به اعتقاد دکتر فرزاد وجیهی کمبود سرمایه دغدغه محسوب نمی شود، بلکه نبود ایده های مناسب و افراد با پشتکار دغدغه اصلی این دوره است.